میخواد 100,000 تومان پول در بیاره این ویدیو رو رد نکنید. اول باید کارنات رو دانلود کنید، بعد واردش میشین. بعدش که واردش شدین روی این 3 خط بالا میزنین. بعد که وارد اون میشه روی حساب کاربری میزنین. بعد 2 گزینه داریم، ورود، ثبت نام. شما روی ثبت نام میزنین. بعد اینجا نام خانوادگی و نام کاربری رو باید این نام انتخاب کنین که تا حالا کسی نزده باشه. یه نام انگلیسی سخت. شماره همراهتون رو میزنین، رمز عبور رو خودتون انتخاب میکنین، یه عدد 6 رقمی. کد معرفتون رو باید این بزنین تا 100,000 تومان رو بهتون بده. بعدش تاریخ تولد و مدرک تحصیلی و اینا رو خودتون انتخاب میکنین. شهرتون، اگه تو روستا زندگی میکنین شهرستانی که بهتون نزدیک میزنین. اگه تو شهر هم زندگی میکنین همون شهری که توش هستین میزنین. مهارت مورد علاقه، مثلا چه مهارتی رو دوست دارین. بعد این 2 گزینه پایین رو فعال میکنین. بعد روی تایید که زدین بعد یک کد فعالسازی براتون میاد. اون کد رو وارد میکنین و بعد وارد برنامه میشین. بعد که وارد برنامه میشین این صفحه براتون بالا میاد. این صفحه که براتون بالا میاد روی این صفحه رو میکشین پایین، میرین تا میرسین به کسب درآمد با کارنت. روی این میزنید، روی ثبت کد میزنین و میبینین 100,000 تومان به حسابتون ریختن و میتونین از اینجا پولتون رو برداشت کنین. درخواست برداشت از کیف پول رو میزنین و پولتون رو برداشت. اگه دوست داشتین ویدیو رو لایک